به زبان شعر و مرثیه از ویژگی‌های امام خمینی می‌گویند آذری‌های مقیم روسیه که حتی امام را از نزدیک ندیدند، اما خوب می‌دانند که پیر جماران در احیاء اسلام ناب محمدی، ظلم ستیزی، دفاع از مظلومان جهان و نفی سلطه استکبار چه سهم مهمی داشته است. ویژگی هایی که در یک نشست تخصصی با حضور 4 اندیشمند اهل تسنن و تشیع از ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان با جزئیات بیشتری بررسی شد. Мы вспоминаем имама Хамини. Чем он запомнился мусульманской умме России. آنچه امام خمینی را برای امت مسلمان روسیه به یاد ماندنی کرده این است که ایشان یک امر غیر ممکن را ممکن کردند و با راهبری الهی خود آموزه‌های اسلام حقیقی از جمله ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم را ابتدا در ایران و سپس در روسیه و بسیاری از مناطق جهان احیا کردند. نخستین ویژگی امام خمینی این بود که بنده خالص خدا بودند. تقوا، شجاعت، عمل به دستورات قرآن، کار برای رضای خدا و حمایت از مظلومان را میتوان از برجسته ترین خصایل ایشان برشمرد. انقلاب اسلامی در ایران نشان داده است که اگر مردم از رهبر معنوی پیروی کنند به پیروزی‌های بزرگی دست خواهند یافت، چیزی که ما برای بسیاری از ملت‌های دیگر هم آرزو می‌کنیم. در مراسم بزرگداشت 35مین سالگرد عروج امام و قیام 15 خرداد به میزبانی مرکز اسلامی مسکو که در آن جمعی از مسلمانان کشورهای منطقه نیز حضور داشتند، حجت الاسلام بختاور رئیس مرکز اسلامی مسکو، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و نظامی بالوگلانوف رئیس جمعیت اهل بیت مسکو ابعاد دیگری از شخصیت و ویژگی هایی که موجب ماندگاری امام شده را بیان کردند. همین ویژگی ها امام را در فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران محبوب قلب ها کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.